بسم الله الرحمن الرحیم. و این چنین وقتی که نظر به سال 642 هجری نظر میکنیم، بعد از 300 سال این حادثه اول، به نهایت یک خیانت بزرگترین رافضه را میبینیم. سبحان الله. این سال 642 آخرین سالهای دولت عباسی بود و خلیفه این زمان دولت عباسی معتصم بالله بود و همین معتصم بالله این چنین وزیرش رافضه بود، مؤیدالدین ابا طالب محمد ابن علی ابن محمد العلقمی، معروف به علقمی است. پس این وزیر معتصم بالله بود. اما وزیر خیانتکار، وزیر شیعی، وزیر کافر، وزیر به نهایت خونخواه اهل سنت و جماعت بود. و این سخن را ابن کثیر رحمه الله در کتاب بدایة النهایه مجله 13 صفحه 164 ذکر میکنند. پس سال 656 هجری یک لشکری بزرگی تتار، مغولها، چنگیزخان به بغداد هجوم میکند و به واسطه همین وزیری معتصم بالله، به واسطه همین شیعه که همچون وزیر و مشاور کار میکرد که علقمی هست، بغداد را به زیر تصرف خود می درآورد و به قتل می رساند. علما میگویند در تاریخ‌های گوناگون آمده است، ابن اثیر، ابن کثیر و غیره و امام ذهبی همه میگویند که این شیعه به مغول و به چنگیزخان نامه می نویسد، به تترها و چنگیزخانی که در همون وقت به نهایت مشهور بود، دولت‌ها را پی هم زیر تصرف خود می درآورد. این علقمی رافضی نامه به چنگیزخان می نویسد و به مغول نامه می نویسد، می گوید که من انسان تو هستم، من پیروی تو هستم و می خواهم که به بغداد یک لشکری کشی و بغداد را هجوم کنی. مغول هم، چنگیزخان هم یک نامه به این علقمی شیعی می نویسد، می گوید اگر تو در حقیقت به من راست باشی، اگر پیروی من باشی، تو لشکری این دولتت را، یعنی دولت عباسی اهل سنت و جماعت را، دولت مسلمانی را، لشکرش را کم کن، سلطت‌هایش را، جنگاورانش را کم کن، من به تو باور میکنم. پس این انسان که وزیر بود به معتصم بالله یک مشورت داد، گفت شما 200,000 و از 100,000 زیادتر لشکر دارید و این لشکر در یک جا نشسته است، هیچ جنگی وجود ندارد. به همه این لشکر سلطت‌ها، یعنی به این جنگاورها شما هر روز طعام میتید، جای خواب میتید، بیایید میگن اینها رو جواب دهیم تا که مشغول به زندگیشان شوند، تا که اقتصادی حکومت ما خوب شود. به اینها ما طعام نمیدیم، خودشون طعام خورند. این چنین سخنها میگد و خلیفه مسلمان ها معتصم بالله را همچنین باور میکنند که گویا که سخنش حق است و معتصم بالله طرفداری میکنند و لشکری 200,000 نفره را و در بعض روایات 100,000 نفره را جواب میدهند، همه به خانه های خودش میرود و یک لشکری کم 10,000 نفره باقی میماند. سبحان الله. و بعد از این که این کار را انجام میدهد، یک نامه دیگر به مغول ها می نویسد و میگوید که حالا دولت اسلامی، خلافت اسلامی عباسی به نهایت در حالت شدید است و بغداد 200,000 لشکری که پیش داشت این چنین نیست، امروز 10,000 لشکر دارد. بیایید، این فرصت بهترین برای نابود کردن مسلمان ها است. و این نامه از شیعه به مغول نوشته می شود.
البته چنگیز مغول‌ها هزارها لشکر خود را گران می آیند و به بغداد هجوم می کنند. حتی معتصم بالله یک بار به اونها جنگ می کند، اونها را شکست می دهد و اونها باز به عقب می گردند و بار دیگر این لعین بدبخت قبحه الله یک نامه دیگر به این مغول ها می نویسد که باز گردید که من یک کمک دیگری به شما می کنم. سبحان الله. مغول هایی که شکست خورده بودند باز به اطراف بغداد می آیند، در بیرون از بغداد می ایستند. اما این دفعه این لعین شیعی به نهایت یک فکر قبیح را کرده بود، فریب قبیح. به معتصم بالله میگوید که بیایید معتصم بالله پادشاه من امیر المؤمنین بیاید به من اجازت بدهید من به نزد همین مغول ها روم، به اونها فهمانم و صلح کنیم. معتصم بالله راضی میشوند و وزیر خودشان این شیعی را به نزد هولاکو، یکی از بزرگترین سردار همون روزه مغول ها میفرستد و به نزد هولاکو، یعنی به این مغول، به نزد مغول این شیعه می رود. ابن علقمی شیعی با اون صحبت می کند و به اون نقشه می کشد و می گوید که من به نزد اونها می گردم و یک فریب می دهم و اونها وقتی که به نزد آمدم به قتل می رسانی و با اون امن و امان می کند، عقد می کند و مصلحت فریب می کند و باز می گردد به نزد امیر المؤمنین پادشاه همان زمانه معتصم بالله و به معتصم بالله دروغانه میگوید. معتصم بالله میگوید امیر المؤمنین شما گوش کنید، هولاکو یعنی این مغول ها میخواد که به شما صلح کند، به نزد اونها روید، شما وزیرهای خود را گرید روید. معتصم بالله وقتی که وزیرهای خود را میگیرند به نزد این رئیس مغول ها هولاکو میروند، هولاکو به درون خیمه میدرارد و زود یک باره معتصم بالله و وزیرانش را به قتل میرساند. همچنین این شیعی رافضی علما را جمع میکند، علمای اهل سنت و الجماعت را در بغداد جمع میکند و میگوید امیر المؤمنین معتصم بالله در نزد این مغول است، شما هم باید 100 نفر 1000 نفر به نزدش روید. در همین روز تمام علمای اهل سنت و الجماعت را به قتل میرساند. یعنی علمای اهل سنت و الجماعت قسم به نزد گویا که گفتند امیر المؤمنین ما اگر در نزد مغول باشد، اگر ما باید شاهد باشیم یک عقد صلح کنیم، ما هم راضی میگن میروند که رفتنا همه علما را به قتل میرساند و خود به خود در بغداد نه لشکر، نه خلیفه، نه علمای اهل سنت و الجماعت، هیچ کسی نه، بی سر و سامان است و با همین راه مغول ها به بغداد داخل میشوند و 33 روز در بغداد شب و روز فقط مسلمان میکشتند. رافضه ها به کوچه برآمده بودند، یهود و نصارا به کوچه برآمده بود، مغول ها به کوچه برآمده، همه طرفدار مغول وقتی که میرود نصارا، یهود و شیعه ها همه یک جایه، فقط اهل سنت و الجماعت را در کجا نبینند میکشتند. حتی همچنین شده بود که مسلمان ها را میگفتند از خانه هایتان برآیید و همه به کوچه خواب کنید و ما سر شما را میزنیم. مجبور میشدن، همه میبرمدن سر اونها را میزدند. علما میگن که در همون روزها پیش از جنگ در بغداد 2 میلیون انسان زندگی میکرد از مسلمان ها. از همین 2 میلیون تقریبا 1 میلیونش را، زیاده از 850,000 نفر را این مغول ها به واسطه و به کمک رافضه و شیعه به قتل میرساند. سبحان الله. حتی به سری اهل سنت و الجماعت مناره ها ساختند. این دریای فرات را که در همون جاست پر از خون کردند و به خون اهل سنت و الجماعت در این 33 روز تمام کوچه های بغداد را پر کردند. و آیا میدانید که این به سببی که بود؟ به سبب ابن علقمی رافضی شیعی بود. زیرا این ابن علقمی وزیر خلیفه همان وقته مسلمان، ابن علقمی که رافضی بود، به نهایت حسد سخت به حق اهل سنت داشت، اما هیچ ضرری رسانیده نمیتوانست. اون خواست به واسطه مغول مسلمان های اهل سنت و الجماعت را نابود بکند و بعد از این مکان را منطقه شیعه بکند.
سبحان الله، در حقیقت به مقصدش هم رسید. گرچنده که شیعه در همون زمان نکرد، اما میلیون مسلمان اهل سنت و الجماعت را به قتل رسانید. در همون زمان ببینید، در سالی که زمان 650 660 است، زمانی که عین اوج اعلای علم و اسلام است، در همون زمان در بغداد کوچه ها عرقخور، زنا، قتل و کشتار، قمار و تمام حرامخوری و گوشت خوک خوردن مشهور شده بود و حتی مسلمانان اهل سنت و الجماعت را مغول و شیعه مجبور به روزخوری میکردند، مجبور به خوک خوری میکردند. والعیاذ بالله. و این خیانت از طرفی در حقیقت رافضه کثیف به وجود آمده بود. و البته این خیانت اول و آخر اونها نیست. پیش از این هم خیانت کردند و بعد از این هم خیانت اونها بی‌نهایت زیاد است و خیانت اونها از این هم زیادتر است و عجب آورتر است. ان شاء الله با همین حلقه خود را به پایان میرسانیم و در حلقه آینده باذن الله خیانت های دیگری رافضه را به شما ذکر خواهیم نمود که چگونه مسلمان ها را در مکه مکرمه به قتل رسانیدند، چگونه سنگ حجر الاسود را از خانه کعبه گرفتند و چی خیانت های دیگری را بر سر امت اسلام آوردند. پس این بود کمی یک تاریخ کوچک از خیانت رافضه بر امت اسلام و این قسم اول است و در آینده باز صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.